إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی میثاق یا وعده محکمی که از بنی اسرائیل گرفته بود برای جامعه سازی، یک بنیاد جامعه زمانی کامیاب میشه که در بینشان رابطه خیلی قوی محکم در بین افراد پیدا شود. زمان انسانی رابطه را تحکیم میبخشه و قوی میسازه که حتی لحاظ رشته‌دارای خود خیلی زیاد داشته باشه و به عام مردم از راه و روش خیلی نیک زندگی بکنه، حتی در گفتار و بعد از او در کردار و عمل خود که انفاق فی سبیل الله بکنه، مردمایی که به بضاعت هستند قطع از واد دست همکاری بده، خدمت بکنه و در وقت ضرورت به کمکشان برسه، خصوصا برنامه مالی از یا بسیار استوار باشد. در حقیقت الله تبارک و تعالی رابطه محکمی که در بین یک جامعه ضرورت است، در این احکام سابق الله تبارک و تعالی که از بنی اسرائیل گرفته بود میثاق در اونجا بیان کرده بود. حق الله را شناختن یعنی به نظام الله تسلیم شدن، در بین افراد یک جامعه ارتباط قوی قائم کردن و یکی بنیادی مالی خود قوت بخشیدن. هر سه موضوع الله تبارک و تعالی در ما قبل بیان کرد. برای ما شما درس شد که اگر ما بخوایم معاشره ما سالم باشه و ما مستحکم باشیم و مورد تعرض دشمن قرار نگیریم، زمان ما کامیاب میشیم که نظام الله را کل ما تسلیم کنیم. دوم، رابطه خیلی قوی در بین افراد می جامعه موجود باشه. سوم، برنامه مالی استوار به قانون شریعت باشه که او برنامه زکات است. و همچنان هر کدام ما رابطه خیلی قوی با الله تبارک و تعالی داشته باشیم، یعنی ما پابند نظام الله باشیم. در این آیاتی که فعلا خواندیم در اینجا الله تبارک و تعالی دیگه میثاق یا وعده محکم بنی اسرائیل ذکر میکنه و در این اشاره به ایسته که یک جامعه زمان ناکام میشه که تبعیض قائل شود در بین قانونایی که وضع کرده. قانون اگر کسی مراعات میکنه از روی صمیمیت و اخلاص دینی خود و نمود جامعه کامیاب میشه. چرا؟ در صورتی که به قانون عمل میشه از این نگاه که عقیده برش داره، اخلاص برش داره، در اونجا هیچ منفعت سری قانون الله پیش نمیدانه. اما در صورتی که عمل بالای قانون الله روی منفعت شخصی صورت بگیره، باز در او صورت حتما قانون شکنی صورت میگیره و نظام در هم و برهم میشه. الله تبارک و تعالی برهم خوردن نظام بنی اسرائیل در حقیقت بر ما بیان میکنه. یکی از خباثت های از ای بود که حتی در برنامه هایی که از طرف الله تبارک و تعالی برشان داده میشد و تبعیض قائل بودند، هر برنامه‌ای که موافق خواهش و منافع شخصی در آن مربوط بود او برنامه را عملی میکرد و از او لاف میزدن که ما بندگان الله هستیم، پابند قانون الله هستیم. لیکن کدام قوانینی که منافع شخصی در او دیده نمیشد باز او را نادیده میگرفتند، هیچ در او عمل نمیکردند. الله تبارک و تعالی رحم بکنه، امروز از افراد گرفته تا دولت شکار اینمی نعوذ بالله قانون شکنی شده و هرگاه در یک ملت همچو حالت بیاید که قانون سری بعضی تطبیق شود و سری بعضی تطبیق نشود، در اونجا نظام سالم باقی نمیمانه، امنیت از بین میره، نفاق و شقاق در بین مردم پیدا میشه و نفرت و بی‌اعتمادی در بین مردم ایجاد میشه. این بسیار سخت موضوع است و با تاسف که در این زمان مردم ما خیلی زیاد دچار این مشکلات است. الله رحم بکنه. در اینجا الله میفرما و اذا اخذنا میثاقکم، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گرفتیم وعده محکم از شما ای بنی اسرائیل، لا تسفکون دماءکم. سه دستور یا قوانین الله برای بنی اسرائیل پیش کرده. اول دستورش لا تسفکون دماءکم، خونایتان شما نریزانی، ولا تخرجون انفسکم، نکش نفسایتان من دیارکم، از خانه ها و دیارتان. ثم اقررتم، باز شما اقرار کرده، اعتراف کرده و انتم تشهدون، خوب میدانسته که شما اگر مخالفتی امر میکنه خیلی بد است و این سبب اهانت خودتان است. در اینجا الله تبارک و تعالی سه قانون بر ازیا پیش میکنه. دو قانون در این آیت ذکر شد، یک قانون پشتی سر است. بنی اسرائیل
الله تبارک و تعالی در کتابشان ایره نوشته کرده بود که یکی قتل در بین بنی اسرائیلیا قطعا حرام و ممنوع است. دوم، مردم از مسکن خود کشیدن به زور و زیادت یا به پشتیبانی دشمنا که سبب کشیدن یک بنی اسرائیل میشه، این دوم مسئله. سوم مسئله، اگر یک بنی اسرائیل در دست دشمن قیدی و اسیر میشه، همه بنی اسرائیلیا مسئولیت داره که برای خلاص کردن او اسیر از فدیه مالی بپردازه و او آدم خلاص بکنه. اصل منظور از این قوانینی بوده که رابطه اجتماعی در بین افراد بنی اسرائیل خیلی مستحکم و قوی باشه، یعنی هر کدام لحاظ یکی دیگر را بکنه، خون به امن باشه، جای و مسکن به امن باشه، و حتی اگر کسی مورد آزار و اذیت از طریق دشمن قرار میگیره، کل مردم مکلف است که امرایی بکنه، کمک بکنه و او را از دست دشمن خلاص بکنه. یقینا هر طایفه یا قوم کامیاب میشه که همین سه برنامه را در زندگی خود داشته باشه. اما بنی اسرائیل دو برنامه که مهمترین برنامه بود و اول در سر فهرست و ذکر شده بود، او یکی قتل و یکی از خانه کشیدن، او را در قصهش نبودن، بلکه دستی خود با دشمنا یکی میکردن. بنی اسرائیلی خود قتل میکرد، بنی اسرائیلی خود از خانهش میکشید. لیکن موضوع دوم که اسیر شدن است، او را به غرض منافع شخصی و عمل میکردن، چرا که چنده جمع میکردن خیلی زیاد، بعد از او برای خلاص کردن اسیر پول کمی را مصرف میکرد، دیگه پول در جیب میزدن، یا به خاطر منافع شخصی. از اینجا معلوم شد که بنی اسرائیل به احکام الله تبارک و تعالی از روی ایمانداری عمل نکردن، بلکه از روی مصلحت شخصی. یکی خود تبعیض قائل شدن در بین احکام، یک حکم عملی کردن دیگر رد کردن. دوم استعموی که عملی هم میکردن، انگیزش اخلاص و ایمان نبود، انگیزش منافع شخصی بود. در حقیقت الله تبارک و تعالی امتی پیغمبر علیه السلام هشدار میده، بیدار میسازه که اگر در بین شما اینطور حالت پیدا شد که تبعیض قائل شده در بین احکام الله، یکی را عمل کردی و دیگر را ترک کردی، یا است که انگیزه عمل بالای احکام الله تبارک و تعالی ایمان و اخلاص نباشه، بلکه منافع شخصی و قومی و تنظیمی و ایگپا باشه، و بعد از شما سرش عمل میکنی، بعد از شما امید یا طمع نجات و فلاح نداشته باشه. در این صورت است که امن از بین میره، نفرت در بین جامعه پیدا میشه. الله رحم بکنه. یقینا امروز امو نشانه ها را مکمل ما و شما میبینیم، تشریح میکنم براتان. در اینجا الله تبارک و تعالی عجیب تعبیر داره. قرآن کریم چی احساسی را در وجود انسان پیدا میکنه در مقابل یک برادر مسلمانش. الله تبارک و تعالی در اینجا بنی اسرائیل میگه لا تسفکون دماءکم، شما خونایتان نریزانی. آیا کس خدا میکشه، خونی خدا میریزه؟ هیچ کسی پیدا نمیشه. بله بعضی طایفه ها پیدا میشه که از روی دیانت و عقیده خدا علال میکنه، نعوذ بالله. مثل ده هندوها تا الحاله همچو عقیده وجود داره، به این خاطر که ما قربانی بدم خدا نعوذ بالله میکشند. یک موضوع در اینجا است، این از نگاه دیانتشان همی کار میکنه، تنها ده هندوها وجود داره. دوم خون ریختاندن خود انسان توسط از اینکه زیر بار فشار زندگی خیلی قوی بیا و راه نجات نداشته باشه، تکیه‌گاه نداره، خدا انتحار میکنه. انتحار نحر میگه گلونه، و یا میگیره رسمان در این گلون خود میپرته، بعد از او خدا آویزان میکنه تا که دور خورده و نفسش برایه. اینی را به نام انتحار یاد میکنه. یکی استشهاد است، طلب شهادت است، یعنی در راه الله تبارک و تعالی برای محو کردن کافر خود قربانی کردن، او استشهاد نام داره. او را انتحار گفته نمیتونیم. انتحار وقتی میشه که انسان از زندگی خود تنگ میه، او دیگر پشت و پناهی نداره، راه و چاره نداره، مجبور خدا بکشه، دیگه کدام راه کامیابی یا راه بیرون رفتن برش موجود نیست. الحمدلله در اسلام انتحار حتی بسیار در 1000 نفر در یک سال اگر یک نفر پیدا بتانیم، او هم حتما مؤمن واقعی نیست. او کسی که مؤمن واقعی است گاهی هم دوچار همچو مشکل نمیشه. چرا؟ مؤمن که هر قدر تکلیف و فشار زندگی و مصیبت و ظلم همه گپا سرش بیا،
بازم تکیهگاه وجود داره. امیدش به الله تبارک و تعالی است که اینمی ظلم مرا الله انتقام میگیره، اینی مشکل مرا که در آخری حالت است الله حل میسازه. چی یک درس عظیم است. اگر ما در اسلام هیچ بهره دیگری نداشته باشیم، از ما مردم سوال بکنه ما از دین اسلام چی بهره داریم، همین یک جواب بر ما کفایت میکنه. اگر ما دوچار هر نوع مشکل میشیم، فقر سر ما میاد، مریضی سر ما میاد، تکلیف سر ما میاد، ما دوچار مشکلات گوناگون میشیم، ما مایوس نمیشیم، ما حواس خود از دست نمیدیم، ما نعوذ بالله دست باخته و حواس باخته نمیشیم. چرا؟ تکیهگاه وجود داره، امید ما طرف الله تبارک و تعالی موجود می باشه. مؤمن باید همینطور عقیده داشته باشه که الله امو ذاتی است که در حالتی که انسان هم راهها و هم درها سرش بسته شوه، در الله تبارک و تعالی باز است. الله تبارک و تعالی امداد میکنه. همین یقینای پخته بود که یوسف علیه السلام و ابراهیم خلیل الله و صحابه کرام همین قسم نجات پیدا میکردن. چرا؟ در مورد ایمان خود و خیلی قوی بودن، مستحکم بودن، میدانستن که ما اگر هر قدر در مشکلات واقع شیم، بیرون کننده از مشکلات موجود است که الله متعال است. از همون خاطر است ما در طول زندگی خصوصا مردم مظلوم افغانستان بسیار مشکلات ها و رنجا را دیدن. یقینا فشار اقتصادی سرشان آمد، شکنجه هایی که در زندان از طرف کمونستا و بیدینا در او عصر و همچنان در این عصر سری مردم بیگناه شده هیچ حد و اندازه نداره، اما دست به خودکشی ها نزده مسلمان. بازم اعتماد به این داره که روز فرا میرسه که الله تبارک و تعالی از این ظالما و از این مردمای حیوان صفت انتقام ما را میگیره. از این خاطر شما بسیار کم ببینی که در بین جامعه مسلمان ها کسی انتحار کرده باشه، زندگی او را فشار داده باشه و خود کشته باشه. اگر کسی خود کشته هم که وقت مطالعه بکنی، تحقیق بکنی، ریشه یابی بکنی، حتما با دین رابطهش کم رنگ است، دین خوب نشناخته، از او خاطر دست به خودکشی میزنه. در اسلام خودکشی حرام است و خصوصا که فشار زندگی سر انسان بیا کدام تکلیف مصیبت ای درست نیسته. حتی امام مسلمانا عالم باید جنازه تور شخص نخوانه، دیگه مسلمانا بخوانه. چرا؟ یک آدمی گناهگار است، به هر مؤمن گناهگار استغفار ضروری است، او ضرورت داره تو برش استغفار طلب بکو و این را زجرن آدم کلان جنازهش نمیخوانه که دیگرها پند بگیره. اما در دنیای غرب امروزی، در دنیایی که در اونجا عقیده حاکمیت نداره، شما میبینی روزمره یک آمار امریکا را برای خودکشی در یک سال شما ببینید در اخبار، به حیرت میفته که چه اینقدر نفوس خود زده خودکشی کرده. ایران میمانی اگر از ممالک اروپایی را کلش جمع کنیم، همین خودکشی ها را برابر نفوس افغانستان میشه در یک سال که وا خودکشی ها میکنه. علت است که اونجا انگیزی عقیده وجود نداره، اونجا مردم وقتی دوچار مشکل میشه دیگه جای پناه نداره، هیچ امید برشان باقی نمیمانه. از همون خاطر است مجبور است خود بکشه و این در دین سخت امر غلط است. حالی مشکل دنیا است، الله دنیا را در مشکلات پیدا کرده. هیچ مؤمن در دنیا این دعوا را نمیتونه که ما به همه مقاصد خود دست یافتم و دیگه هیچ ضرورتی ندارم. اما هیچ ضرورت که نداشته باشه، آخرین ضرورتش که دخول جنت است، این باقی است، در خوف و در رجا در طمع قرار داره. از او خاطر مؤمن همیشه مایوس نمی باشه. حالت خیلی غریب و نادرست سرش میاد، اما به الله خود اعتماد میکنه. با تأسف که از اینکه مردم ما با کتاب الله رابطه نداره، قرآن نشنیده، حدیث نشنیده، بعضی اوقات وقتی مصیبت ادنا سرش میاد بسیار مایوس میباشند، بسیار شکایت میکنه، اولادشان میمره، بعضی زنا الله را دشنام میده نعوذ بالله. اگر فقر و فاقگی سرش میاد از الله شکایت میکنه، از تقدیر شکایت میکنه، حالان که نمیگه که الله این همی حالت به من فیصله کرده، من راضی استم. شاید اگر برای من مال داده میشد، صحت داده میشد، شاید من بسیار طغیان میکردم، من از حدود میبرامدم. الله که کدام فیصله را در حقت کرده تو باید بپذیری. من حیث مؤمن امتحان الله است که آیا در این امتحان کامیاب میشی یا نمیشی. در فقر تو را مبتلا کرده، اگر در مرض تو را مبتلا کرده، اگر در مصیبت تو را مبتلا کرده، در هر ناحیه که قرار داری مورد امتحان الله استی. الله است بشید امتحان میگیره. اینمی بندگی مؤمن است که او در حالت خوشی از حد نمیبره،
نعوذ بالله تکبر نمیکنه، شادمانی نمیکنه و در حالت غم مایوس نمیشه، حواس خود از دست نمیده. برخلاف کسی که دین و عقیده نداره، او در وقت نعوذ بالله مشکلات بیخی مایوس است و نه دست به خودکشی میزنه، اما در وقت ناز و نعمت باز خود میبازه، بازی طور فکر میکنه در جهان مستم، افتخارات میکنه و شادمانی میکنه. این خاصیت ها و عملکرد کافر است، از مؤمن نیست. موضوعی که در اینجا مسئله استشهاد است. استشهاد طلب شهادت میگه برای اعلای کلمت الله. کسی که جان خدا فدا میکنه میدونه که اینجا کشته میشم، این بالکل درست است. در زمان پیغمبر علیه السلام استشهاد به این معنا که او را خود در معرض هلاکت داده، اما برای اعلای کلمت الله، برای کامیابی مسلمانان، در این مورد هیچ کدام شک و شبهه نیست، جایز است. بله یک استشهادی که خود کسی انفجار میده در زمان پیغمبر به این سیستم وجود نداشت، اما علما نوشته میکنه اگر 5 شرایط پوره کرد این استشهاد هم جایز است. اول به خاطر رضای الله این کار بکنه، این کار که میکنه دیگر راه برای مبارزه و مقابله برش باقی نمانده باشه، به جز از امیرا باید این کار بکنه. 2. سوم امی عملی آدم مؤثر سر دشمن تمام شوه. 4. ضررش زیاد برای مسلمانان نباشه. 5. وقتی که این کار میکنه منظورش فقط رضای الله تبارک و تعالی باشه، امر دیگری نباشه، اونو وقت برش استشهاد جایز است. پس ما تفکیک بکنیم در بین انتحار و در بین استشهاد. استشهاد برای خود شرایط داره، انتحار و نموره میگه که یک انسان دست به خودکشی میزنه از جهت تکلیفی که در زندگی بالایش عاید شده، این را ما باید بداریم. بله از همون خاطر قرآن میگه لا تسفکون دماءکم، شما خونایتان بی موجب، بی هدف، بی مصلحت نریزانی. چرا؟ خون انسان ملکت تو نیست، این در اختیار تو نیست. به کسی گفته نمیتونی مرا قتل بکو، خونی خود برات بخشیدم، این غلط گپ است. نه اعضای ما در ملک ماست و نه خونی ما در ملک ماست، ما مملوک الله تبارک و تعالی هستیم. از همون خاطر ما سر خود تعرض کرده نمیتونیم. خیر چرا اینجا الله میگه لا تسفکون دماءکم، خودتان خونایتان نریزانی؟ یکی بله خودی آدم هم خون نریزانه، لیکن در اینجا الله تبارک و تعالی اینطور میگه شما خونای برادرایتان نریزانی، که یکی با دیگه مقابله را شروع میکنه، جنگ یا پشتیبانی دشمن میکنه، سبب قتل برادرتان میشه. خود تعبیر اینطور نگفت که ولا تسفکوا دماء اخوانکم، بلکه دماءکم گفت. مسلمان آگاهی داد الله تبارک و تعالی که مسلمان وجود برادر مسلمان دیگه وجودی خودت است، برادر مسلمان دیگه عضو بدنی است. اگر او از بین میره در حقیقت تو از بین میری. کاش که امی احساس در بین مسلمانای ما موجود نبود. اگر مسلمانای ما امی احساس می داشتن هیچگاه دست به قتل کسی دیگری از مسلمانان نمی زدن. ولی با تاسف امروز بسیار جای تاسف است با نیروهای خارجی در مختلف ممالک جهان امی مردم مسلمان رهبر هستند، جواسیس هستند، همکار و مساعد هستند و میگیرن مسلمانای مخلص و دیندار خدا یا در بند میندازه یا قتل میکنه. اینطور مسلمانا یاد داشته باشه که طمع جنت نداشته باشه. چرا؟ اینی فرمان الله تبارک و تعالی مثل که برای بنی اسرائیل بود برای مسلمانا هم است. اینمی قسم چرا در مقابل مسلمان اهانت مسلمان و تحقیر مسلمان تو در نظر نگی، اگر گرفتی تو مسلمان نیستی. پیغمبر علیه الصلاة و السلام نمیفرماید ای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمانی کامل کسی است که دیگه مسلمانا از ضرر دست و زبان و اما اعضایش باشه. ولی عجیب است که تو مسلمان میری تمام عمر بسیار به مهارت جاسوسی میکنی، سخنای مردم ثبت میکنی، برای کفار پیش میکنی که سبب بند خانه، آزار و اذیت و قتل مسلمان میشه. تو باید دیگه عقیده نداشته باشی که من جنت برم، تو باید عقیده به این کتاب الله نداشته باشی. این فکر نکنی که من آلی امی پیسه مردار و خبیثه میگیرم باز مسجد جور میکنم، باز ختم میکنم، مردم جمع میکنم. قطعا امکان نداره و نمیشه. ای شما ای را یاد داشته باشه. با تاسف بسیار مردم دلار فریب داده، فکر میکنه من هر کاری زنا و نعوذ بالله دزدی بکنم باز یک ختم بگیرم گناهم بخشیده میشه. جناب مسلمان با این پیسه حجت نمیشه، با این پیسه مسجدی که جور کرده ثوابت نمیشه. اگر تم ثواب از پیسه حرام کردی کافر هستی، زنت سر طلاق است. این حکم شریعت است. بسیار مردم در اینجا فریب میخوره، مالای مردم، از زمینای مردم، خانه های مردم غصب کرده،
خوش به ایسته که ما مسجد جور کردیم و حج کردیم، حجت نشده، سایسته که فریضه شاید از پیشت ساقط شده باشه، اعمال حج انجام داده، اما آن چیزی که الله از پیشت مطالبه کرده او را انجام نداده. این را خوب یاد داشته باشه. الله برای ما میگه ریختاندن خون مسلمان از برادر مسلمان مثل ریختاندن خون خود است. و این را میگه در جای ضرر دیگه کس در جای خود قرار دادن. یک قانون عمومی قرآنی است، برای ما یک آگاهی خیلی بزرگ میده. ما یک آیت قرآن اگر یقینا تأمل بکنیم آنقدر مسائل برای ما ثابت میشه که هیچ پرسان نکن. حالی بی برادر مسلمان تعبیر به نفس میکنه. چرا به نفس میکنه؟ به نفس به خاطر میکنه که زندگی تو استوار به برادرت است. اگر برادر مسلمان در پالویت نباشه، تو یک انسان یک فرد نمیتونی کل مشکلات زندگی خود حل بکنی و زندگی بتانی. تو باید احساس بکنی تا وقتی که مسلمان در پالویم زندگی نکنه ما یک روزم در اینجا تیر کده نمیتونم. تو برو در دشت و بیابان تنها زندگی کو که چطور زندگی میکنی. اما زمانی که در دشت و بیابان هستی وحشت زده هستی، از هر طرف حراس داری که آلی دزد میاد، آلی دشمن میاد، آلی چیزای درنده میاد مرا میخوره. زمانی که در آبادی و خانه ها داخل شوی احساس خطر از پیش دور میشه. تو انسان هستی، محتاج هستی. از امو خاطر به کسی که تو احتیاج داری باید او را از بین نبری. هیچ کس ایرا دعوا نمیتونه که من دست خود دور میکنم برای ما فایده داره. مسلمان برادر مسلمان خود از بین بردن دست خود قطع کردن است. از امو خاطر پیغمبر علیه السلام میگه المؤمنون فی توادهم و تراحمهم کل جسد الواحد. مسلمانان در محبت و در دوستی و در شفقت و مهربانیشان به مثل یک جسد واحد است. ولی افسوس که این تعلیمات پیغمبر علیه السلام مسلمانان یاد میگرفتن و در زندگی خود سریازی عمل میکردن. این گپ خیلی مهم بود، ولی با تاسف مسلمانان تعالی را از این مزایا خبر نداره. یا الله در اینجا میگه لا تسفکون دماءکم، شما خونایتان نریزانه، شما سبب نشوی که سبب ریختاندن خون شما میشه. چی رقم؟ اگر تو در صدد قتل دیگه استی، دیگه هم در صدد قتل توسته. یمو طور است که در یک موقع پیغمبر علیه السلام گفت پدر و مادر دشنام نده. صحابه گفتن یا رسول الله کس کی پدر و مادر خود دشنام بده؟ گفت دیگر دشنام نده به پدر و مادرش که وام بری تو پدر و مادر تو دشنام میده. در حقیقت تو برای پدر و مادر دشنام دادی. چرا اگر تو پدر و مادر از او دشنام نمیدادی دیگه او دشنام نمیداد. دینای دیگر دو دشنام نده. چرا او باز به الله تو نعوذ بالله دو دشنام میده. در حقیقت تو به الله دشنام دادی، چرا که به دین از او تو دشنام دادی. دینا دشنام داده نمیشه، عاجزیش بیان میشه، بطلانش بیان میشه، خود دو دشنام داده نمیشه. این را یاد داشته باشه. این دیگه موضوع لا تسفکون دماءکم، خونایتان به دست خود نریزانه. قطعی طور مردم زورآور در مقابله میشی که تو یک روزم مقابله نمیتونی و دستی در زندان خونی ریخته میشه. او مسلمان هوشیار باش. یک تعداد جوانای با احساس فکر نمیکنه که ما چه قسم برنامه عملی داشته باشیم در زندگی خود و ما به اسلام از کدام ناحیه خدمت کرده میتونیم. بس دیگه یک گپ میشنوه در دماغشان چکر میزنه، باز مرتکب اینطور کارا میشه، با جز از خود دگیر دادن و دوستی خود دگیر دادن و مردم در تکلیف انداختن هیچ راهی دیگره، هیچ کامیابی دیگره در دست ندارن. اینطوری نمی باشه. مسلمان بسیار زیرک و هوشیار می باشه، خصوصا در امور مبارزه انسان بسیار نقشه و پلان قوی میگیره، برجسته میگیره که یک لحظه و ساعت اموتور بیکار تیر نشوه. تو باید بدانی که من چه قسم مبارزه بکنم، اول قدم مبارزه من در کدام ساحه است و چه قسم مبارزه میکنم، کدام چیز مؤثر است، در کدام جای وجود من خیلی اثرگذار است. امور باید انسان فکر بکنه در وجود خودش. امروز ما میبینیم دنیا و جهان همینطور فرو ریخته، کورسا و مکتبای خصوصی و رقم مرکزا را برای ما جور کرده و هر روز جوانای ما را اغوا کرده رویست، فکری غلط برش داده رویسته. تالی تلاش بکن. همون 4 دانه دوستی که تا دین روز هم سنفید بود امروز چی نظریه داره؟ نماز میخونه؟ نه. عقیده به روزه گرفتن داره؟ نه. تو یک تلاش خوب بکن، لااقل در ذهن از ما فرضیت نماز و روزه را بشان که او بفهمه که بله اینی فرض است. تو میگی نه من میرم خود قربانی میکنم. به خود قربانی کردن خود چیزی نمیشه. تو بسیار برنامه قوی باید داشته باشی. مسلمانی متفکر هستی، تو باید از کدام
درها و کلکینایی که دشمن داخل میشه او را کنجکاوی کنی، پیدا کنی و او درها را ببندی. بفهمی که دشمن از کدام ناحیه سرم حمله داره، باید اونمور راه های حمله را بند بسازی. قرآن عجیب دستورات بر ما میده. ای کاش که مؤمنای ما میدانستند. همونطور خود به زور ناگهان هیچ چیزی هم نکرده باشی برو در زندان تیر کو، مردم هم قتل به تکلیف، خودم به تکلیف. چرا؟ ما یک برنامه در دست گرفتیم. کدام برنامه را؟ چی برنامه را؟ چی کمال و کمایی و چی امتیاز برای اسلام؟ امیر خب باید فکر بکنی. همینطور نیست. دین اسلام اینطور کسی که محض احساساتش بالا میشه خود در یک آتش میندازه، این اسلام نیست. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، پشت سر آیت میاد اونجا ان شاء الله تشریح میکنیم. ولا تخرجون انفسکم، نکش نفسایتان. اینجا مراد همونطور است، نکش نفسایتان، عامل کشیدن نفسای خودتان نشوه که شما خودتان میگیری مردم دیگر از خانه ها بی خانه میکنه، یک روز وام قوت پیدا میکنه باستور از خانیت میکشه. این نمو حالتایی هستند که ما در دوران جهاد ما در عین حین پیروزی و وقت پیروزی مسلمان ها در این وطن ما امی حالتا مکمل عملی شد. خونا به ناحق ریخته شدن به محض بهانه. جناب عسکر به مجردی که جناب قماندان فرمان میداد که بکشه، بازو جناب تفنگ دور میداد، دز فیر میکرد. چرا؟ مرا قماندان امر کرده. امی عسکر تالی را نمیفهمید بیچاره که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. برای مخلوق اطاعت و فرمان برداری نیست. در آن جایی که نافرمانی که میشه الله متعال میشه.